میفهمی گیلک؟ نه. اینجا نمیشد که من توی گپار بزنم. چی؟ همین گپا میراسه. من خبر شدم زنم گفته که خسور گیلک خدا بیامرز فوت کرده. خسوربری و مای سرار تقسیم کنه، همون جایداده که خسور خدا بیامرز مونده اینا رو مای تقسیم کنه. من اونجا نشد که بگم، مردم سیل میکردم میفهمیدم. الان اگه اومدم با تو بگم خوب میفهمی چه کار میکنی؟ نه. همون جایی که لوکسه، همون جایی که دکون میده، رخ سرکه، همون خونه گیلی که بدیدی داخل چیز، همونا رو قبول کنی، اون طرف قبول نکنی، همون جایی که در کنه زنگ زدیه، تاکی هم دم همون دره، من اینا رو همگی بدیدم. اینا روش کنی قبول نکنی، این کله تو هرچی پر آخه، از کاغ و پر نیه، متوجه خوب باش. خب با من گفتم پیشین بیان که بحث کنه. این باجاتو خیلی زرنگم، حق تو رو میخورم، حق تو پامال میکنم. ارستکی ارستکی خسوربوری تو هم آدم ساده. من چی بگم؟ تو هم آدم ساده بگو فقط هر دو لنگ خوب یکیش کو، بگو همین طرف هر دو پام جا نمیشه. مسئله گپ گفتم من، مسئله گپ همون خونار که یک وقتی چپه نکنی اونا رو پخته تیار کنی دکون میشه. میتونی به کرا بدی، میتونی خودتو دکون واکنی. امروز بحث میکنم. امروز متوجه بشی، از این خاطر من خور برسوندم. خوبه. من خبر نداشتم، زنم گفته که امروز میراثار تقسیم میکنم. زودتر برو بچه خاله خو بگو که بیچاره رو فریب ندم، آدمک ساده. از این خاطر من بیامدم برای تو همین گپار بزنم. خوبه. بفهمیدی خوب؟ متوجه خوب باش. من میرم که من نبینم که بگم این یاد داده بریم. خوب. من میرم بحث میکنم. برو تو. بحث میکنم. برو. راستی گیلک بیا تو اینجا بیا. از این زمین که هست خوب. اگه این طرفی که گفتم که نمیدونم برای تو خوب، همین طرفی که برو سرکه، اگه گفتم اون طرف میدونم قبول نکنی، بگو من از اینجا نمام، از اون زمینا بدیم بریم. زمینا گندم. از زمینا گندم. خوبه. که بگی حتما این زمینا رو بدم برای تو. خوبه. بفهمیدی خوشی گفتم؟ بحث میکنم. زودتر برو که امروز بحث میکنم. ما زودتر برو حقی خوب است تو. خوب شد بفهموندم بچه خالگه خور، نه که حال حقی رو میخوردم این ظالمای خدا ناتر بعد چیزای من باجا هستی. میگم باجه گوش کشمه چی میگم جان باجه جو از امی زمینا انمی سراچگک انمی باغچگک با ما و شما رسیده. خب بس هر باجه که اینا رو ما و شما تقسیم کنیم. بفهمیدین اناله فقط گپ با ما و شما امی باشه کار میکنیم که انمی آخر امی باغچر که هسته انمی رو میدیم به گیلک. این آدم ساده نمیفهمه. آخر باغچر میدیم به زی. گوش این کن دم را که به لب سرک ما ور میداریم. ما و شما ور میداریم. خب ما و شما دو تا خوشلوچن داریم. بفهمیدین اونا که هست زمینا رسیدن. اونا که هیچی. خسوربری ما خب قصه از گپانی و خودی میفهمه و کاریو. انال ما و شما رای بسنجیم که همین آخر همین باغچر بدیم بزو. گیلک هم آدم ساده. این نمیفهمه بزی گپا. نمیفهمه نه. فقط دمه که خدای شما متر میکنیم، دمه که خدای شما اینا رو چی میکنیم، حواس تو باشه که خوب خدای از این گیلک اور بزیدیم. بفهمیدین این اول نگیریم به خاطر از اینکه شو میته که موتورا بوق میزنه و چی میشه مونتا آخر باغچر بدیم آخر میدیم بریم آخر که ما برای ازو دادیم به هر طریقی باشه ما ازو میستونم، فقط اگه کار ازو به جمع ان خودی هم بیام خودم قصادی نمیفهمم باجه رشتنی بخیر خیریت تیار هستی. سلام باشه رشتنی خیریت بخیری یار هستن خیریت جان جوره. کجای باجه یک ساعت ما اینجا شیشته منتظر تونه. گفتیم تام بیایی. کجای باجه که معلوم نی باجه جو. هیچ جا. کجا بودی؟ هیچ جا. از این برمی آمدی باجه کجا بودی؟ هیچ جا. باجه جو همین زمینو کشتی که بود که کشت میکردم همونا برسیده به مو خسلوچه ها ما به مو خسوربورا ما انمی زمین برسیده با ما و شما سواجه همیر به حساب متر 600 متر انمی زمینه. بفهمیدیم انمی زمین برسیده برای ما انال ما خود ازی باجه خجانجال دارم میگم امی آخر امی زمینه بدیم برای ما. نه آخر از منه آخر از من گیلک جو. چرا؟ به خاطر از اینکه این جی دیگه اگر ما خونه تیار کنم دیگه دست موتورا و سکیلا دیگه ما خوش شده نمیتونم.
24 ساعت اینجا موتر میره، سکل میره، سرچرخ میره، سرصداه. یکی دیو موندی از همین بچه‌ها که از این پیاده رو تیر میشن بهم سنگ میزنن بهم شیشه. تا این وقت مگه همین شیشه رو هر روز میشکنه. هر روز هم میشکنه. میشکنه. بفهمیدی؟ حالا ما جنجال مهمینه فقط تام بیام میگم می آخر باغچه بدیم بهم. آخر باغچه از منه باجه. آخر باغچه بدیم برای ما بده. ما با آخر خوش دارم. تو چی میگی؟ دیدم امرار منم. من آخر باغچه رو میگیرم هر چی میشه و حقمه. منم نفهمم. بخش کنه دیگه. بخش نمیکنه. بخش میکنیم. اما آخر از منه. نه دیگه انگورم داره و انگور از من. باغچه که اگه به من برسه دیگه انگورام از من میشه دیگه. چرا کو از من میشه زمین از من میشه دیگه قسمت. شما دو باجه ما آخر بدیم برای ما بده. طرف انگورا نمایم. آخر باغچه تو نمی؟ نه. اینجا دمرار می تو. تو خودی با جمع شریکی باشه اینجا که دمرار از شما آخر باغچه از من. آخر از ما مایم آخر باغچه بدیم برای ما بده. می دمرار خوش ندارم. اما آخر باغچه که تا انگوری امور بدیم برای ما بده. چی میگی باجا تو؟ نه. چی میگی تو؟ آخر باغچه من تا انگوره. من تا انگوره مایم. آخر باغچه می تو؟ خب انا باجا هم میگه آخر باغچه ما مایم. بریم که میتر کنیم خود شما. بریم. خب باشه بیاید دین اومد. دین اومد و عباس بیاید نه ما متر کنه پیش خود خو. اونا میایم که متر کنیم دیگه. باجه اون پیر بچه ها بیا مادم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب خیر. خوب خیر. خوبی بخیری. یار خیریات بخیری. ما این باجی ما شیشته بدیم از اونم گپ از این زمین نمیزدیم. گپا ما خلاص شد. دیگه منتظر همین شما بودین که شما بیایم امیر دیگه برای ما اگر بشه امیر متر کنیم هر کس حق برای ولی. همین زمین کو میبینی؟ بله. همین 600 متر می حق شما. بو گفتیم برای ما ولی بو گفتیم بله. دیگه شما اختیار کنید. هر رقم تقسیم میکنه. گپ خلاص اونم تنه هم بیا آوردم اینجا آماده بگیریم که خط. وای خدا. خیلی بالا تنه ورم نگیر دیگه. بیا تنه وادی بگی. از کجا باجه؟ اون سر همون خط اون سر خط. بیا. میگو جان باشه. این کو خط کردن نمایه. یک نمره خوب بود. یک نمره هم یک کمی خرابه. یک کمی خرابه دیگه. سه نمره دیگه. بالکل صحیح. بفهمیدی؟ او. خب انالی اون نمره اول از یک نفری نمره دیوم از دو نفری نمره سیوم هم مثلا. بالکل صحیح. بله. خب. خلاص لالا. کدو بر از من. همو نمره اول است تو. سگو گیلک جو. اوبا. همو که تا انگوری داره خوب. انمو از تو. میگم یک کارتگو کنه. بله. پیچ کندازه. دوام ببینی شما نمیشه. نه دیگه. نه. این گپو ما باجه ما خود ما سکنه. کنه. جان. ما روش که شما چی میگم؟ اگه ما کلون شما رو همین پیچ میندازه. اگه مو حق گیلک شده حق گپ زدن نداره سکو. اگه حق تو شد حق گپ زدن نداره حق از شد حق. اگه همون طرف حق گیلک شد حق گپ زدن نداره اگه تو حق تام شد حق گپ زدن نداری اگه حق از هم شد حق گپ زدن نداره. یا کردگا میکنه. گیلک بغار شه. خب گپ همینه. ما پیش میندازیم. یا بغار شو. تو برو اونجا گفت که ما پیش میندازیم. این نمیشه. انا عباس بغار میشه. نه خود گیلک بغار میشه. خود تو بغار میشی یا عباس بغار. اگر عباس بغار شه نمیشه دیگو ما شما که بغار شو. او بابو گوشه بشی ما میاییم
برو تو یک برو به تکو اون گوشه بشینک باز ما میایم ما پیچ بندازیم برو خب برو اونجا استاد چوب ما تو نبینیم خوبه این بره نگاه نکنی با نه برو به گیلک بگو چشما خور بگیرم سعی کنیم من چی میگم آنی 100 تا سنگه سعی کنیم 100 دونه یعنی ای کاسته از اینو ای کاس از من این کاس از گیلک درست بفهمیدین درست. او کاله نمیبینه ما اینا رو میدن دست گیلک میگم هر کدوم از اینا رو به یک نمره بخور خلاص. درسته خلاص. قبول داریم صحیح. صحیح. گیلک صدا کابو گیلک جو این بار نگاه نکن این بار استاچ ده چی شوخ بگیرن آفرین از چی شوخ بگیر گیرن رو خوب بگردون دیگه تو نگفتی بر نگاه نکن برو برو دیگه بر نگاه نکنی سری با توی محل استاچو یک تنه اونجا معطله خب بری دیگه بابا چیار کنین دیگه این بار دیگه نگاه نکنی بیا بیا سایکو گیلک ما پیش که انداختیم لالا خب همینا رو هر کدوم به یک نمره زمین بگذار بفهمیدی هر کدوم به یک نمره بگذار هر کدوم آور دار خب هر کدوم ولی سایکو هر دنیا از اینا رو به یک ولی نمره خط. زمین بگذار این به یک جا این به یک جا اینم به یک جا بفهمیدی یک که به اینجی نگذار هر کدوم باید بالا یک نمره زمین بگذار